رفتن بر سر قرار با کانر، آن هم در چند روز آینده، به معنای این نبود که دیگر ناچار به کنترل رفتار خود باشد. بنابراین برایس دست رد به سینه هیچ لذتی که در زیر سقف ریون بر سر راهش قرار می گرفت نزد. فیوری مالک ریون ریزو را از طریق مسائل کاری یا هر چیز دیگری که در زندگی عادی خود انجام میداد میشناخت و از این رو لازم نبود در صف بایستند. آن پروانه رنگین و تغییر شکل دهنده همیشه دری را برایشان باز می‌گذاشت. هیچ یک از پیشخدمت‌های لبخند بر لب با آن لباس‌های پرزرق و برق، نگاهی به پودر براق سفیدی که فیوری با کنار دست ردیف می‌کرد یا دودی که از میان لب‌های برایس هنگام عقب بردن سرش به سمت سقف آینه‌کاری شده و تاقی شکل بیرون می آمد نینداخت. جونیپر باید هنگام سپیده‌دم برای کلاسی به استودیو می رفت و به همین خاطر به پودر، سیگار و شراب نگفت. اما اینها باعث نشد 20 دقیقه‌ای به همراه یک مرد فی با پوستی تیره، صورتی جذاب و موهایی فردار که عملاً به زانو افتاده بود تا فان به او روی خوش نشان دهد غیبش نزند. برایس خود را به ضرباهنگ احساس نشاطی که سریعتر از شیرجه فرشتگان در آسمان توی خونش می‌دوید و عرقی سپرد که به هنگام تاب دادن بدنش روی زمین رقص قدیمی بر پوستش می‌نشست. می‌دانست فردا به زحمت توان راه رفتن پیدا می‌کند و حواسش سر جایش نخواهد بود، اما باز هم بیشتر و بیشتر و بیشتر می‌خواست. همانطور که می‌خندیدند، روی میز پای کوتاه اتاقک خصوصیشان که بین دو ستون نیمه مخروب قرار داشت افتاد. می‌خندید. خود را بالا کشید. اما بعد ناخن‌های سرخ رنگش تکیه خود را بر گوشه ستون از دست دادند و او روی نیمکت چرمی افتاد. می‌خندید. لیوان آب و جام شراب را واژگون کرد و دوباره تلو تلو خوران به سمت زمین رقص رفت. زندگی خوب بود. زندگی حسابی خوب بود. و صبر نداشت تا با دانیکا به مراسم رهایی برود و تا پایان دنیا این کار را تکرار کند. او جونیپر را میان گروهی از تیم‌ها پیدا کرد که داشتند رهایی موفقیت آمیز دوستشان را جشن می‌گرفتند. روی سرهای نقره‌ایشان حلقه‌های نئونی بود که با نیروی دوستشان که هنگام رهایی از خود آزاد کرده روشن نگه داشته می‌شد. جونیپر حلقه نوری را برای خود گیر آورده بود و وقتی که دستهایش را برای برایس دراز کرده و با انگشتانی در هم گره خورده می‌رقصیدند، نور میان موهایش می‌درخشید. نبض در رگ‌های برایس جوری هماهنگ با موسیقی می‌زد که گویی صرفاً برای چنین لحظه‌ای زاده شده. لحظه‌ای که با نوت، آوا و آهنگ موسیقی یکی می‌شد. لحظه‌ای که تبدیل می‌شد به نمونه زنده یک موسیقی. چشم‌های براق جونیپر به برایس می‌گفت که او این حس را درک می‌کند که همیشه احساس آزادی، لذت و رهایی ویژه‌ای را که در رقصیدن وجود دارد درک می‌کرده. گویی بدنهایشان جوری انباشته از موسیقی بود که توان تحملش را نداشتند، که گنجایشش را نداشتند و فقط رقصیدن بود که می‌توانست این فشار را تخلیه و آزاد کند و در عین حال آن را گرامی بدارد. مردان و زنان دورشان حلقه زده و تماشایشان می‌کردند. هیجان آنها همانند دانه‌های عرق بر پوست برایس می‌نشست. تمام حرکات جونیپر بدون لحظه‌ای تردید با او هماهنگ می‌شد. گویی آن دو سؤال و پاسخ، خورشید و ماه بودند. جونیپر آندرومدای زیبا و آرام، کسی که همیشه توجه‌ها را به شیوهی غیرمعمول به سمت خود جلب می‌کرد. حتی حالا، هنگام رقصیدن روی زمین رقص قدیمی ریون نیز شیرین و مهربان می‌نمود. اما می‌درخشید. شاید هم اینها همه توهمات ذهن برایس و به خاطر آن پودرهایی بود که از بینی بالا کشیده بود. موهایش به گردن عرق کرده‌اش چسبیده بود. پاهایش به لطف انحنای نامناسب کفش‌های پاشنه بلندش درد می‌کرد و گلویش از فریادهایی که هنگام همخوانی با آهنگی که در سالن پخش می‌شد زده بود، می‌سوخت. توانست چند پیامی برای دانیکا بفرستد. چند پیام به همراه یک ویدیو. چون دیگر حواسش آنقدری سر جایش نبود تا چیزهایی را که می‌نویسد یا دریافت می‌کند بخواند. اگر فردا سر کار هنوز هم آنقدری حواس نداشت تا چیزی را بخواند، فاتحه‌اش خوانده بود. زمان کند شده و کش می‌آمد. اینجا، در حال رقصیدن میان ستون‌ها
و روی سنگفرش‌های فرسوده معبدی که جانی دوباره یافته بود. زمان هیچ معنایی نداشت. شاید بهتر بود همینجا زندگی کند. شاید بهتر بود کارش را در گالری ترک کرده و توی کلوب زندگی کند. می توانستند او را در یکی از آن سقف‌های فلزی بگذارند که از سقف آینه‌کاری شده و بر فراز خرابه‌ای که زمین رقص می‌نامیدند آویزان شده و او در آن برقصد. مسئولان کلوب بیشک مزخرفاتی راجع به اندام نامناسب برای رقص تحویلش نمی‌دادند. نه، آنها به او بابت انجام کاری که عاشقش بود و حین انجام دادنش مانند بقیه احساس زنده بودن می‌کرد پول می‌دادند. برایس که این فکر به نظرش کاملا منطقی می‌رسید، تلو تلو خوران در حال راه رفتن درون خیابانشان بود و هیچ خاطره‌ای از ترک کردن کلوب، خداحافظی با دوستانش و اینکه اصلا چطور به آنجا رسیده بود نداشت. با تاکسی آمده بود؟ او تمام پولش را صرف خریدن سیگارها کرده بود. مگر اینکه کسی پول تاکسیش را داده باشد. اهمیتی نداشت. داشت به فردا فکر و اینکه خوابش خواهد برد یا نه. میخواست بیدار بماند و تا پایان دنیا برقصد. ای کاش! وای! پاهایش حسابی درد میکردند و تقریبا کبود و از عرق چسبناک بودند. برایس بیرون در ساختمانش ایستاد و حینی که کفشهایش را بیرون آورده و آنها را در دست میگرفت خرناسی کشید. رمز! برای وارد شدن به ساختمان نیاز به یک رمز داشت. برایس جوری اندیشناک به صفحه شماره‌دار در نگاه میکرد که گویی چیزی نمانده چشم باز کند و رمز را به او بگوید. برخی ساختمانها چنین امکاناتی داشتند. گندش بزنند. نور صفحه چشمانش را اذیت میکرد. همانطور که چشمانش را تنگ کرده بود، توانست چند پیام را بر صفحه گوشیش ببیند. پیام‌ها در پیش چشمش تار بودند و چشمانش نمی‌توانستند حتی یک حرف را در میان نوشته‌ها تشخیص دهند. حتی اگر می‌توانست با دانیکا تماس بگیرد هم او احتمالاً کله‌اش را می‌کند. فشردن زنگ در هم دانیکا را بیشتر عصبانی می‌کرد. برایس ناچار ایستاده و این پا و آن پا کرد. رمز چه بود؟ رمز... آها، به یاد آورد. یک جایی پس ذهنش مخفی شده بود. با خوشحالی شماره‌ها را فشرد و بعد صدای ویبره مانند و آرام باز شدن در را شنید. بوی بدی که در پلکان پیچیده بود به مشامش رسید و صورتش را در هم کشید. لعنت بر این سرایدار. حالش را سر جایش می آورد. با همین پاشنه‌های به درد نخور و ارزانی که پاهایش را از بین برده بود، سوراخش می‌کرد. برایس پای برهنه‌اش را روی پله گذاشت و چهره در هم کشید. قرار بود بالا رفتن از این پله‌ها برایش با درد زیادی همراه باشد. گویی که داشت روی شیشه شکسته راه می‌رفت. برایس کفش‌هایش را روی زمین سرامیک شده رها کرد. به خود قول داد فردا پیدایشان می‌کند. بعد نرد سیاه رنگ را با 2 دست گرفت و خود را از پله‌ها بالا کشید. اگر فیوری آن پودر را با چیز دیگری قاطی کرده بود، برایس بعداً او را می‌کشت. او که به فکر خود برای کشتن فیوری آکستار با آن شهرت مخوفش می‌اندیشید، پوزخندی زد و به زحمت پله پله بالا رفت. داشت تسلیم می‌شد تا در طبقه دوم افتاده و به خواب برود. اما بوی گند داشت حالش را به هم می‌زد. شاید شانس می‌آورد و کانر هنوز در آپارتمان بود. حسابی شانس می‌آورد. خدایا، او واقعا دلش رابطه‌ای خوب می‌خواست. رابطه‌ای بدون محدودیت. رابطه‌ای که در آن با تمام وجود فریاد بزنی. از آن رابطه‌هایی که تخت بشکند. می‌دانست کانر نیز چنین است. رابطه با او چیزی فراتر از دنیای فیزیکی بود. به واقع ممکن بود امشب تمام ذهن و قلبش را به او ببازد. در واقع به همین خاطر بود که می‌ترسید. به همین خاطر بود که از فکر کردن به او درست از لحظه‌ای که 5 سال پیش برای دیدن دانیکا آمده، به چارچوب در تکیه داده، هم اتاقی او را دیده و هر دو مدتی به هم خیره شده بودند. اجتناب می‌کرد. سال اول دانشگاه که کانر با فاصله 4 در از آنها می‌خوابید، بدترین وسوسه‌ها به سراغ هر دو می‌آمد. اما دانیکا به کانر گفته بود تا زمانی که برایس به او نزدیک نشده حق انجام کاری ندارد و با اینکه آن زمان هنوز گروه اهریمنان تشکیل نشده بود،
کانر از دانیکا فرمانبرداری کرد و به نظر می رسید دانیکا امشب بالاخره اجازه نزدیک شدن کانر به برایس را داده بود. دانیکای دوست داشتنی و شرور. برایس که سینه‌خیز خود را به طبقه سوم رسانده بود، لبخندی زد. تعادلش را به دست آورد، دستش را برای پیدا کردن کلیدهایش به درون کیف فرو برد و به طرزی معجزه‌آسا توانست آنها را ثابت در دستش نگه دارد. با چند قدم پیچ و تاب خوران خود را به آن سوی راهرو رساند. وای! اعصاب دانیکا حسابی به هم می‌ریخت. هم از اینکه برایس بدون او برای خوشگذرانی رفته و هم از اینکه آنقدر مست بود که نمی‌توانست چیزی بخواند یا رمز ساختمان را به یاد آورد. نور چراغ‌ها آنقدری بود که برایس دوباره چشمانش را تنگ و نور را تا حد خاموشی مطلق کم کرد. سپس تلو تلو خوران به راه افتاد. اگر می‌توانست به یاد بیاورد که چطور باید با شیرهای آب کار می‌کرد، بهتر بود دوش بگیرد. بهتر بود پاهای کثیف بی‌حسش را بشوید. مخصوصاً بعد از اینکه پا به درون مایعی گذاشت که زیر یکی از لوله‌های در حال چکه کردن جمع شده بود. لرزید. دستش را به دیوار تکیه داد و مستقیم پیش رفت. گندش بزند. بیش از اندازه کشیده بود. حتی خون فیی هم نمی‌توانست با سرعت کافی اثر آنها را پس بزند. اما در مقابلش بود و کلیدهایش. بله، کلیدها در دستش بودند. 6 کلید. کدام یکی مال در بود؟ یکی در گالری را باز می‌کرد، یکی قفس‌ها و تنک‌های اتاق بایگانی را، یکی صندوق سیرینگز را، یکی مربوط به زنجیر اسکوترش بود و یکی مال در خانه. همین در. کلیدهای برنجی در دستش تاب خوردند. سر و صدا کردند و در پس نور چراغ درخشیدند. بعد گویی که با رنگ فلز مانند راهرو یکی شده از بین دستانش لیز خوردند و بر زمین سرامیکی افتادند. برایس نفسش را بیرون داد و گفت لعنت. همانطور که با یک دست دستگیره را نگه داشته بود تا از افتادن روی ماتحتش جلوگیری کند، خم شد تا کلیدها را بردارد. انگشتانش به چیزی سرد و خیس خورد. برایس چشمانش را بست. از ته دل می‌خواست دنیا از چرخیدن بایستد. وقتی چشمانش را باز کرد، سعی نمود روی سرامیک‌های جلوی در تمرکز کند. قرمز بودند و بویی می‌دادند که بوی گندی که قبلا در پله پیچیده بود شباهت نداشت. خون بود و در آپارتمان هم باز بود. قفل خراب شده و دستگیره از آن سو کاملا بیرون آمده بود. آهن، در آهنی و با بهترین طلسم‌هایی که میشد خرید جادو شده بود تا مانع از ورود هر میهمان ناخواسته، مهاجمان یا جادوگرهای دیگر شود. آن طلسم‌ها تنها چیزی بودند که برایس اجازه داده بود دانیکا به جای او هزینه‌اش را بپردازد. حتی نمیخواست قیمتشان را بداند. آن هم وقتی احتمال میداد هزینه‌شان چیزی اندازه 2 برابر درآمد سالیانه والدینش باشد. اما در حالا بیشتر به یک تکه کاغذ مچاله شده شباهت داشت. برایس که تند تند پلک میزد ایستاد. لعنت به موادی که در بدنش بود. لعنت به فیوری. قول داده بود دچار توهم نمی‌شود. دیگر حاضر نبود چنین داروهایی را مصرف کند. صبح همین را به دانیکا میگفت. دیگر این کار را نمی‌کرد. نه، نمی‌کرد. چشمانش را مالید. انگشتانش با ریمل سیاه شدند. انگشتان آغشته به خونش. خون به رویشان مانده بود. در نیز همچنان له می‌نمود. برایس با صدای قارقار مانند گفت دانیکا، اگر مهاجم هنوز در خانه بود چه؟ دست خونی دست خودش در لهیده را هل داد. پیش رویش تاریکی مطلق بود. بوی فلز مانند خون و فساد در مشامش دوید. تمام بدنش منقبض شد. همه عضلاتش گویی در حالت آماده باش قرار گرفتند و بند بند وجودش فریاد میزد فرار کن، فرار کن، فرار کن. اما چشمهای فیی او به تاریکی عادت کرده و آپارتمان را نمودار میکرد یا آنچه را که از آن مانده بود. چیزی که از آنها مانده بود. کمک. باید کمک پیدا میکرد. اما تلو تلو خوران وارد آپارتمان ویران شده شد. دانیکا!
نام او با بغض و بریده بریده از گلوی برایس بیرون می آمد. گرگ‌ها جنگیده بودند. حتی یکی از وسایل خانه نبود که سالم مانده، خرد نشده، نشکسته و پاره نشده باشد. و بدنی هم نبود که سالم مانده باشد. تکه‌ها و بریده‌های بدنشان تنها چیزی بود که از آنها به جا مانده بود. دانیکا، دانیکا، دانیکا. باید به کسی زنگ می‌زد. باید درخواست کمک می‌کرد. باید فیوری را، برادرش را، پدرش را، سابین را خبر می‌کرد. در اتاق برایس خرد شده و هر آنچه باقی مانده غرق در خون بود. پوستر رقصنده‌های باله پاره پاره شده بود و روی تخت تا مغز استخوان مطمئن بود آنچه را که روی تخت میدید توهماتش نبود. تا مغز استخوان مطمئن بود چیزی که در سینه‌اش فرو پاشید قلبش بود. دانیکا روی تخت افتاده بود. تکه تکه. و در پایین تخت روی فرش بدنی پاره شده. در تکه‌هایی حتی کوچکتر و گویی که هنگام دفاع از دانیکا مرده باشد. برایس می‌دانست که او کانر بود و می‌دانست جسد متلاشی شده‌ای که در سمت راست تخت و نزدیک به دانیکا قرار داشت متعلق به تورن بود. برایس به صفحه پیش رویش خیره شده بود. خیره. شاید زمان متوقف شده بود. شاید او مرده بود. نمی‌توانست بدنش را احساس کند. صدایی تقه مانند و پرطنین به گوش رسید. نه از درون آپارتمان، از توی راهرو. برایس تکان خورد. آپارتمان تکان می‌خورد. می‌لرزید و بالا و پایین می‌رفت. گویی که در حال نفس کشیدن باشد و زمین با هر دم اوج بگیرد. اما برایس توانست به حرکتش ادامه دهد. میز کوچک آشپزخانه خرد شده بود. انگشت‌های خونی و لرزانش دور یکی از پایه‌های میز حلقه شد و آن را در سکوت تا شانه‌اش بالا آورد. بعد به حال نگاهی انداخت. چند بار پلک زد تا دید تارش را واضح کند. لعنت به آن داروهای نفرین شده. در دریچه دفع زباله باز و روی زمین افتاده بود. خونی که بوی گرگ میداد روی در آهنیش و رد پاهایی که مربوط به یک انسان نبود از سمتش روی سرامیک ها دیده میشد و به سمت پله ها ادامه پیدا می کرد. واقعی بود. برایس بارها و بارها پلک زد. واقعی بود و این یعنی گویی از دور خود را دید که به درون راهرو پرید. خود را دید که به دیوار روبرویش برخورد و بعد خود را از آن جدا کرد. سپس به سمت پله ها شیرجه رفت. هر چیزی که آنها را کشته بود صدای آمدن برایس را شنیده و خود را در دریچه دفع زباله مخفی و منتظر بود تا او را هم بکشد یا بدون اینکه دیده شود فرار کند. برایس پا روی پله ها گذاشت. نوری سفید و لرزان در مقابل دیدگانش می‌لرزید. باعث می‌شد متوجه چیزی که در اطرافش می‌گذشت نشود. در شیشه‌ای ورودی پیش از رسیدن برایس خرد شده بود. مردم بیرون در حال فریاد کشیدن بودند. برایس از بالای پله‌ها به سمت پایین خیز برداشت. همانطور که از پله‌ها پایین می‌آمد زانوهایش خم شده و زیر وزن بدنش می‌لرزیدند. پاهای برهنه‌اش را روی شیشه‌هایی که بر زمین پخش شده بود می‌گذاشت و بعد جراحت پاهایش هنگامی که از در گذشت و با چشم‌هایی نگران وارد جمعیت شد بیشتر شدند. کسانی که سمت راستش بودند نفسهایشان را در سینه حبس و بقیه در حال فریاد زدن بودند. ماشین‌ها همه ترمز کرده و راننده‌ها و سرنشینان به کوچه باریکی که میان ساختمان و ساختمان کناریش قرار داشت زل زده بودند. صورتهایشان مبهوت و ترس صورتشان را گویی کش آورده به آنها ظاهری مضحک، غریب و خام میداد. برایس توهمی نشده بود. با آن سوی خیابان و به سمت فریادها و بوی گند دوید. نفس داشت ریه‌هایش را از هم می‌درید و او در کوچه می‌دوید و روی تل آشغال‌ها سکندری می‌خورد. هر چیزی که به دنبالش بود فقط ذره‌ای با او فاصله داشت. کجا بود؟ کجا بود؟ هر فکر منطقی و منطبق با عقل شبیه روبانی شده و بر فراز ذهن برایس پیچ و تاب می‌خورد و برایس گویی در حال خواندن پیام‌های تبلیغاتی بر فراز ساختمان‌های مرکز تجاری باشد، یک به یک افکار را از نظر می‌گذراند. حتی اگر نمی‌توانست بکشدش کافی بود لحظه‌ای آن را ببیند. فقط کافی بود لحظه‌ای آن را ببیند تا شناسایی‌اش کند. به خاطر دانیکا. برایس کوچه را پشت سر گذاشت و وارد بولوار پر ازدحام مرکزی شد. خیابانی پر از مردم در حال رفت آمد. ماشین‌هایی که پشت سر هم بوق می‌زدند. برایس روی سقف ماشین‌ها پرید. یک به یک آنها را زیر پا می‌گذاشت
و هم حرکتش را چنان به نرمی انجام میداد که گویی در حال رقص باشد. میپرید، چرخ میزد، فرود میآمد. بدنش او را ناامید نمیکرد. نه وقتی که داشت بوی فساد جانور را به سمت کوچه‌ای دیگر دنبال میکرد، به سمت کوچه‌ای دیگر و بعد کوچه‌ای دیگر. تقریباً به ایست روس رسیده بود. صدای خورناس و غرشی از پیش رو در هوا پیچید. از کوچه کناری به گوش می‌رسید. کوچه‌ای که گویی به بنبستی میان دو ساختمان منتهی شده بود. برایس پایه میز را بالا گرفته بود. با خود میگفت کاش شمشیر دانیکا را برداشته و بعد به این فکر افتاد که دانیکا اصلا فرصت داشته شمشیرش را بیرون بیاورد یا نه. نه، شمشیر در گالری بود، همان جایی که برایس بی توجه به هشدارهای جسیبا اجازه داده بود دانیکا شمشیرش را در کمد تجهیزاتش بگذارد. برایس وارد کوچه کناریش شد. همه جا پر از خون بود، همه جا. و چیزی که وسط کوچه ایستاده ونیر نبود. ونیری نبود که برایس پیش از این با آن برخورد کرده باشد. اهریمن بود. موجودی وحشی بود، با پوستی خاکستری، صاف و گلویی قدری شفاف. روی 4 پا ایستاده و عضلاتی کشیده داشت. اما به طرز غیرقابل درکی شبیه انسان می‌نمود و داشت فرد دیگری را می‌خورد. یک ملاک را. خون صورت فرشته را آغشته، موهایش را خیس و روی اندامهای ورم کرده مجروح دیگرش جاری بود. بالهای سفیدش گشوده و شکسته شده و بدن قدرتمندش از شدت درد جمع شده بود. هیولا نیشهای تیزش را که به راحتی پوست و استخوان را می‌درید به درون سینه او فرو برده بود. ذهن برایس از فکر خالی و بدنش حسش را از دست داده بود. با همان سرعت و جدیتی که رندال به او آموخته بود به حرکت درآمد. پای میز را با چنان شدتی بر سر هیولا کوبید که استخوان و چوب با هم خرد شدند. موجود فرشته را رها و تابی خورد. پاهای چپیش زیر بدنش خم شده و پاهای جلویی دستهایش روی سنگ فرش کوچه کشیده شد. موجود چشم نداشت. بر فراز سوراخ‌های شیار مانند بینیش فقط استخوان صاف قرار داشت و خونی که از شقیقه‌اش جاری بود نه سرخ که شفاف و بیرنگ می‌نمود. برایس نفس می‌زد. موجود به سمتش دندان قروچه می‌کرد و مالاک در حال نالیدن بود. برایس پلک زد و پلک زد. می‌خواست مواد و میرسروت از بدنش خارج شود. می‌خواست آنچه را که پیش رویش بود واضح ببیند. موجود خیز برداشت. نه به سمت او، که به سمت فرشته. درست به سمت سینه و قلبی رفت که پیش از این سعی داشت به آن دست پیدا کند. به سمت شکاری که قابل توجه تر بود. برایس دوباره به سمت جلو پرید و پای میز را بالا آورد. ارتعاش ضربه و برخورد چوب با استخوان دستش را به لرزه درآورد. هیولا فریادی از درد کشید و کورکورانه دستانش را به سمت برایس تاب داد. برایس جا خالی داد. اما دندانهای تیز و برنده جانور رانش را پاره کرد. برایس فریاد کشید. تعادلش را از دست داد و دوباره چوب را بر جانور که حالا گلویش را هدف قرار داده بود فرود آورد. چوب آن دندانهای برنده را خرد کرد. اهریمن چنان جیغی کشید که چیزی نمانده بود پرده گوشهای فیی او را پاره کند و بعد در عرض یک چشم برهم زدن اهریمن چنگالهایش را بر زمین کشیده صدایی هیس مانند از خود بیرون داد و از آنجا رفت. بر لبه ساختمان آجری نشسته بود که بدن مالاک بر آن تکیه داشت. هنوز هم میتوانست از توی خیابانها به اهریمن حمله کند. میتوانست آنقدر معطل نگهش دارد که نیروی امداد یا هنگ 33 به آنها برسند. برایس فقط توان برداشتن یک قدم را پیدا کرده بود که فرشته دوباره ناله‌ای کرد. دستش را روی سینه گذاشت و داشت با ضعف زخمش را فشار میداد. فشار آنقدری نبود که جلوی خونریزی آن زخم مرگبار را بگیرد. حتی با وجود اینکه بدنش زود درمان میشد، با وجود اینکه رهایی را به انجام رسانده بود، زخم‌ها آنقدری کاری بودند که بتوانند جانش را بگیرند. حینی که هیولا داشت از روی این ساختمان به ساختمانی دیگر میپرید، صدای جیغ کسی به گوش میرسید. برو، برو، برو. صورت فرشته به قدری مجروح شده بود که فرق چندانی با تکه گوشتی متورم نداشت. تکه چوب را روی گودالی پر از خون فرشته انداخت و به سمتش رفت. سعی داشت از درد زخم باز رانش فریاد نزند. درد جوری بود که گویی کسی روی پوست و استخوانش اسید ریخته بود. تاریکی غیرقابل نفوذ و مقاومت ناپذیر بر وجودش چنگ انداخته
و سر تا پایش را فرا گرفته بود، اما دستش را روی زخم فرشته فشار میداد و نمیگذاشت گوشت خیس پاره پاره و استخوان‌های خرد شده جناق سینه او را احساس کند. هیولا برای رسیدن به قلب فرشته گوشت‌های بالایی را خورده بود. برایس نفس نفس زنان گفت: تلفن داری؟ بال سفید فرشته جوری پاره پاره شده بود که بیشتر به خرده استخوان‌های سرخ رنگ شباهت داشت. اما آنقدری بالا رفت تا جیب شلوار جینش و برآمدگی 4 گوشی را که رویش به چشم می‌خورد نمایان سازد. هیچ نمی‌دانست چطور توانسته با یک دست گوشی را از جیب فرشته بیرون بکشد. زمان همچنان در حال کش آمدن، سرعت گرفتن و متوقف شدن بود. با هر نفس درد در سراسر پایش می‌پیچید. اما او دستگاه براق مشکی رنگ را در دست مجروحش گرفت. ناخن‌های سرخ رنگش شماره اورژانس را با فشاری بیش از آنچه لازم بود وارد می‌کرد. با اولین بوق صدای مردانه‌ای پاسخ داد: نیروی نجات شهر هلولی. برایس بریده بریده گفت: کمک. لحظه‌ای سکوت برقرار شد. خانم، باید بهم بگین دقیقاً کجا هستین و توی چه شرایطی قرار دارین. اول اسکوئر، رودخونه، نزدیک خیابون سیجنت. اما این آدرس محل زندگیش بود. او حالا خیابانها با آنجا فاصله داشت. نمیدانست از چه خیابانی گذشته است. خواهش میکنم کمکم کنی. خون فرشته پاهایش را خیس کرده بود. از زانوهایش خون میآمد و مجروح شده بود. و دانیکا هم. خانم، باید بهم بگین کجا هستین. اون وقت ما در عرض چند دقیقه چند تا گرگ رو به صحنه میفرستیم. بعد برایس به گریه افتاد و انگشت‌های فرشته بر زانوی زخم شده‌اش کشیده شد. گویی داشت او را نوازش و آرام می‌کرد. برایس حرف اپراتور را برید و گفت: گوشیش رو ردیابیمون کنید. پیدامون کنید. خانم شما؟ این شماره رو ردیابی کنید. خانم یه لحظه به من فرصت بدین. صفحه اصلی گوشی را آورد و آنقدر میان صفحات مختلف گشت تا خود شماره را پیدا کند. 112 0 30 577. خانم اینجا نشون میده که... برایس شروع به فریاد زدن کرد و بارها گفت: 112 0 30 577. 112 0 30 577. این تنها چیزی بود که به یاد می آورد. این شماره لعنت. تماس قطع و بست می شد. خانم، خدای من، دارن میان. اپراتور سعی کرد درباره جراحات فرشته از او بپرسد، اما برایس گوشی را انداخت. دارویی که توی خونش بود او را لمس و گیج کرده تعادلش را برهم میزد. کوچه پیش چشمانش تاب میخورد و در نوسان بود. نگاه فرشته به چشمان او دوخته شد. چشمان فرشته چنان غرق درد و رنج بود که گویی تصویر روح برایس را منعکس میکرد. خون او از میان انگشتان برایس جاری بود و متوقف نمیشد. درود دوستان عزیزم. چه فصل دردناکی بود. واقعا از مرگ دانیکا و کانر ناراحت شدم. برایس هم عزیزترین دوستش رو از دست داد، هم کسی که سالها عاشقش بود. خوندن این فصل برای من که خیلی سخت بود. برای شما چطور؟ نظراتتون رو برام بنویسید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.